لا لای 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 لا لای 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 لا لای 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 جوانی را ایه لالی لای لای لالی لای لای لالی لای لای لا لای لای لی جوانی رفت لا لای 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 لا لای 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 لا لای 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 ها تنجی مردک جون جون نمیشد که همه تیریزه های جای خوابمون عوض کنیم باری چی؟ هر باری که همه تیریزه ها در نگاه میکنم که مردک جون وای جوانی های شما در پیش نظرم میبیاید رفتی مردک جون رفتی با تیرزه های بساز زندگی را با رنگی دیگر بینید. تیریزه های بهساز آرامش خاندانی ما و شماست. آیا شما میدانستید که سایدینیتیل ها یعنی پیوستکنک ها سه نمود می شوند؟ پلاستیکی، اونیورسالی و اوریجینالی. پلاستیکی رو پیشتر وقتا بسیار استفاده می بردن، اما ما این را توصیه نمیدیم چون که صفت را خیلی پست می کند. اونیورسالی باشد خط می شود، این را بسیار وقت در ارکه ها استفاده می برند، اما در تیرزه های چارخونجه بازم توصیه نمیدیم چون که در زمان هوا گرم یا سرد شدن پلاستیک حجمش که دیگر می شود، پوشیدن و کشادن تیرزه های شما مشکلی پیدا می کند. توصیه ما پیوستکنک های اوریجینالی است چون که این صفت تیرزه را خیلی با صفت می کند و عمر تیرزه شما بردوام میشه. البته این سه نمود سایدینیتیل یعنی پیوست کننده به نرخ تیرزه نیز تاثیر می رساند. در نوار آینده ما طرز پیوست نمودن این پیوستکنک ها را با شما نشان خواهیم داد. البته آبونه شدن را فراموش نکنید.